یک بحثی داشتیم با بعضی از دوستانمون درباره رفرندوم سال آخرین رفرندوم سال 99 بود، 89 یا 90 گرباچوی درباره باقی ماندن شوروی. تاجیکستان 6% رای به طرفداری استقلالیت تاجیکستان بود، 94% مخالف به استقلالیت تاجیکستان بودند. 6% تاجیکان و گفتی بعضی دوستان خواسته یا نخواسته از لحاظ خفگی ناراحتی برای استقلالیت رای دادند. سوال ما این است که این 6% کی بود؟ مگر اداره نشین ها بودند؟ مگر منصبداران بودند؟ مگر وظیفه‌دارها بودند؟ این 6% شما بودید. سیاهیان روشنفکران ملت بود. این 6% همون کسانی بودند که در اون وقت هم در کشاورزی میکردند، پاسبانی میکردند، منصب نداشتند، تجارت میکردند. امروز هم در اون حال هستند. هیچ کدامی از شمایان امروز هم منصب و مقام ندارید، ولی هیچ کدام شما را تا امروز در یگان مراسم استقلالیت وطن دعوت نکردند. امروز پرچم استقلالیت در دست کسانی هست که در اون رفرندوم علیه استقلالیت رای داده بودند. اگر 8% هم باشد، 8% رای در حساب از 4 میلیون آوازدهنده تقریبا میشه 350,000 شهروند. مگر 350,000 شهروند ساکن این کشور نیستند؟ حق ندارند که از امتیازهای این کشور برخوردار باشند. این ملت، این کشور منزل شخصی کسی نیست که هر وقت خواست مهمان دعوت کند، مهمان را بپذیرد و هر وقتی که نخواست درهای این منزل را ببندد و کلید را در جیبش بگذارد. این وطن وطنی منزل 8 میلیون انسان است. 8 میلیون انسان در این وطن دعوا دارند، حق دارند. اجداد و اولاد و آبایشون در اینجا تولد شدند، بهر این وطن مبارزه کردند. حالا نگویم که بیشترین مبارزه را که کرده است، جای دعوا نیست، ولی در یکایک خاندان شما، در بین اجداد و آبای شما هستند کسانی که برای دین، برای این وطن یا مسیحکه شدند و سیبیر زندانی شدند، شهید شدند، کشته شدند. هر کدام شما را اگر اینجا نشستگان بپرسیم که از خاندان شما در سالهای 30، در سالهای 20 و در طول این 100 ساله اخیر چند شهید داشتید، حتما چند نفر رو ذکر خواهید کرد.